میبینید که سرورهای زیادی داره، سرورهای مختلف زیادی داره. میبینید که همه کشورها رو داره. میریم تا پایین بهتون نشون بدیم. میبینید که فقط تعداد سرورهای آمریکا 272 تا سرور داره که میتونید اونها رو استفاده کنید. سلام دوستان، خوش اومدیم به یه ویدیو خفن دیگه از کانال امیر بلک. امروز اومدیم که براتون آموزش بدیم که چطوری میتونید سرور برای برنامه بسازین. بریم چه ویدیو داشته باشین. در ضمن توضیحات کانال رو هم بهتون بدم. آموزش های مختلفی در کانالمون گذاشتیم که میتونید با بازی کردن و دیدن ایمیل و ویدیوهای یوتیوب بتونید کسب درآمد داشته باشین، اونا هم به صورت دلاری و در ایران هم بتونید اونا رو هم دریافت کنید. دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگر سوال داشتین در کامنت بهم بگین، حتما بهتون پاسخ میدم. بریم چه ویدیو رو داشته باشیم. وارد این برنامه میشیم که من لینک دانلود برنامه و لینک چی در همین الان داره میخوایم اون رو استفاده کنیم رو هم در کانال تلگراممون میذارم و لینک کانال تلگراممون رو هم در توضیحات ویدیو گذاشتم چی میتونید وارد کانال تلگرام بشید و فایل رو و لینک رو بردارید. بریم که ویدیو رو داشته باشیم. ما روی این گزینه سه خط بالایی میزنیم و روی این گزینه بالایی میزنیم. این بخش برامون باز میشه. روی این گزینه میزنیم. ببینید چه من یه بار اضافه کردم. روی شما رو به اضافه بزنید. من روی ویراش میزنم تا بهتون نشون میدم. یه دونه اسم برای خودتون مینویسید، فرق نمیکنه هر اسمی رو دوست داشتین وارد کنید. بعد این لینک در من کانال تلگراممون گذاشتم، اون رو هم از کانال تلگراممون کپی کنید و دقیق مثل همین رو وارد کنید و روی این گزینه تاییدی بزنید. بچه تجدید اینجا اضافه بشه براتون. بعد برمیگردیم عقب. بعد روی سه نقطه بالایی میزنیم و روی آپدیت سابسکرایب میزنیم. روی این گزینه میزنیم تا سرور برامون اضافه بشه. میبینید چه سرورهای زیادی داره، سرورهای مختلف زیادی داره. میبینید که همه کشورها رو داره. میریم تا پایین بهتون نشون بدیم. میبینید که فقط تعداد سرورهای آمریکا 272 تا سرور داره که میتونید اون رو استفاده کنید. سرعتش هم خوبه، به صورت آنی هم وصل میشه. من یه دونه این رو روی آمریکا تست کنم. الان من وی پی ان رو خاموش کردم. میبینید که من روی این گزینه میزنم و روی این تاییدی اوکی میزنم. میبینید که به صورت آنی و سریع برامون وصل شد چه میتونیم این رو استفاده کنید. دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید. اگر سوالی هم داشتید حتما در کامنت ها بپرسید، سریعا بهتون پاسخ میدم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.